پیش از اسلام مردم تاجیک یگان عالم نداشت. جالب که این زردشت کی است که سرچشمه همه افکار و اندیشه فیلسوفای یونان است. رستم واقعی فردوسی است. این فردوسی است که با شاهنامه خود 1000 سال است که این فرهنگ، تمدن، افکار، اندیشه گذشته ما را حفظ کرده است. اولین مثلا دولتداری تاجیکا از پیشدادیان است. بزرگترین شخص در تمدن بشریت زردشت است. و طاهریان گیم یک خشتی اول گذاشتن. صفاریان خشتی دوم ساختن. ولی از خاکستر بعد از 200 سال ابرمردا برآمدن. اولین دولت تاجیکان گویم، اگر اشتباه نکنیم تاجیکانه که یک هویت خود رو برپا کردن دولت طاهریان است. یا که چرا نه تنها در تاجیکستان سامانیان رو اینقدر اولین دولت تاجیکان میشناسن. ممکن که البته که خدمتاشون زیاد باشد. خب به هر حال ما میتونیم گوییم که دیگر پیش از سامانیان دیگر دولت ها بودن. یک همین شرح واقعیتی است که در این یک مصاحبه کوتاه همه جزئیات گفته نمیتونیم، ولی برای هدف ما است که خواننده که در شکلی مثلا گیریم در یک سطح کمتر معلومات دارد، برای اون خواننده، ولی اگر با دانشمندا بشینی بیشتر جزئیاتی را بگویی. زمانی که لشکری عرب آمد، زمانی که اسلام آوردن، بزرگای ما اینطور بگیریم تسلیم نشدن. جنگ، قهرمانی و مبارزه زیاد است و زیادی اونا قهرمانای امروز در تاجیکستان نامشو میبرن و با نام اونا بگیریم خیابانا و پیکره هاشو بر جا هستن. اینطور به سادگی مردم تسلیم نشدن، جنگ مبارزه کردن، مقاومت کردن، ولی متاسفانه شکست خوردن. و شکست ما می بود که تمامی ادبیات، مرکزهای فرهنگی که داشتیم رو نابود ساختن. چون که این عادتی فقط عرب نه و کلی بشر می است. اگر یک کشوری دیگر، یک لشکری دیگر به سرزمینی دیگر میاد، باید که هستی و مردم از بین ببری. و هستی و بنیاد برامون ادبیاتش است، به فرهنگش است، به کتاباش است. و اولین کاری که میکنن همون کتابا رو میسازن، کتابخانه رو میسازن و روشن فکرها تعداد کم بدن. مثلا همیشه بگیریم که شاید 2%، 1% یا بسیار 5% مردم باسوادن. و اونا رو میکشی. وقتی که اونا رو از بین بردی، دیگه این مردمی دیگر متاسفانه مثل گوسفند است. دیگر هم یک نسل که گذشت، نسل دیگر هم را فراموش میکنه. و بنیاد ما هم همینطور است. زرینکوب در کتابش که نام بردیم دو قرن سقوط همین قصه را میکند. زمانی که عرب آمد، از هستی ما دیگه چیزی باقی نمان. 200 سال زبان، ادبیات، فرهنگ عربی بر سر ما بار شد و ما با او زبان مثلا دیگر نماینده اول امپراتوری امویا و بعدا عباسیان که عباسیان را اصلا ابو مسلم خراسان به قدرت آورد که اینم با یک موضوع بحث دیگر است. و زبان عربی بود. اما بزرگای ما هرگز بگیریم که از مبارزه دست نکشیدن و همیشه کوشش کردن، چون زبانی پهلوی و دیگر این زبانا ضعیف شدند، دیگر در سطحی که مقاومت کنن توان نداشتن. ولی از خاکستر بعد از 200 سال ابرمردا برآمدن و مبارزه کردن تا که این زبان، این فرهنگ حفظ شود، دوباره احیا شود. و زیاد مردم در گذشته ما میگیم از سینه به سینه دانش حفظ میکردن، یعنی قاری زیاد میکردن. و زیاد مردمی بودن که از پدر مادر گذشته‌های خودشو یاد داشتن و نام میگفتن و این بزرگای ما اول به زبان پهلوی که هنوز رایج بود با اون نوشته کردن، که میراثی که مثلا ادبیات اوستایی و زیاد ادبیاتایی که امروز پیش از اسلامی یعنی حفظ شدن، اونا در زبان پهلوی دوباره نوشته شدن و بعد زبان فارسی معاصر که دیگر عرض وجود کرد به این زبان اینا انشا شدن. و موضوع مبارزه می بود که همیشه مردمایی که در سرزمین بودن، در بگیریم که ایران یا نسبتا سرزمینی که ما بحث داریم خراسان بزرگ، همیشه مبارزه و مقاومت کردن. و اولین دولتی که یعنی که بگیریم مردمی تهجایی خودشو در مبارزه توانستن تأسیس کنن، طاهریان بودن. و طاهریان بگیم یک خشتی اول گذاشتن و بعد از او صفاریان آمدن. صفاریان خشتی دوم ساختن و سامانیان. چرا سامانیان اولا که امپراتوری بزرگتر ساختن و توان حوصله‌شو بیشتر بود و از اون گذشتگان خود دیگر یک بگیریم که یک فاندامنت، یک بنیاد گذاشته شدن بود. و اینا دیگه در این اساس توانستن که ایرا بزرگتر در سطح الله برسانن و زبان فارسی معاصر در اون شکلی که مثلا استاد رودکی شعر میگوید اون گذشتگان ما در این سطح نتوانستن، چون توانم نبود، زمینه نبود. ولی در زمان استاد رودکی دیگر این زمینه پیدا شد و چندین شاعرای دیگر پیش از او بودن و بعد از او و این زبان بسیار گستری شد. یک مثال بسیار روشنش این است که
حتی ناصر خسرو که در عصر 11 است در سفرنامه‌اش میگه که زمانی که سفر میکرد گفت که در تبریز رفتم و یک شاعر بود با نام قطران تبریزی شعری خوب به فارسی میگفت ولی معنیش نمیدونست. یعنی زبان گهواره زبان فارسی معاصر در این سرزمین خراسان است، اون چیزی که گفتیم از بلخ و بخارا، و در این جای زبان بسیار گسترش یافته بود در دیگر نواحی و منطقه‌ای که به نام امروز ایران است. مثلا از ادبیات از شعر شاید آگاهی داشتن و مردم لذت می‌بردن ولی زیاد معنی را نمی‌دانستند و گفت که من مجبور شدم برای قطران تبریزی بگم یک لغت بنویسم و چند درس هم از من آموخت که بیشتری زبان بفهمم و بآموزم. یعنی که می‌بینی که از اینجا این زبان رفت و سامانیان واقعا اون چیزی که ما افتخار داریم یا بنیادی دولت تاجیک را از می‌دانیم، چون که یعنی گسترش امپراتوری و تمدنی بزرگی که جهان بگیریم که فرا گرفت در زمان سامانیان. یک چند نفران میبرن امروزها میگوین که پیش از اسلام دین اسلام اومدن به زمین های خراسان و غیره، مردم تاجیک یگان عالم نداشت. اسلام به ما عالم آورد، اسلام به ما بزرگی آمد. چگونه شما میتونید به این گونه آدم ها جواب دادن و میتواند که یک چند عالمان گویم بزرگانی پیش از اسلام مثال بیارید؟ البته تشکر. میدونی راستی زیاد وقت این من یک بدبختی میبینم، یک تاریکی میبینم، یک نادانی میبینم و متاسفانه زیاد وقت یک تعداد دانشمندای ما، یک تعداد دانشمند راست شاید یک سخت‌تر است ولی بیشتر یک ذره تعصبی مذهبی نفرایی که دارن میخوان که بنیاد تاریخ ما را، هویت ما را از زمان اسلامی به بعد توضیح کنن و در این داخل بسیار بحث‌های زیاد هم بود سالهای 90 و بعد از اون. ولی ناگفته نماند که بزرگترین شخص در تمدن بشریت زردشت است و زردشت کمی کم 2.5-3 هزار سال پیش از اسلام زندگی کرده است و تمدنی که جهانیان از او برداشت کردند. و من یک چند نقطه را میگم. مثلا در زمان اسلام که پهن شده گسترش یافته، زمان عباسیان که یک زمانی بگیریم یک انقلابی تحول تفکر است، اینا زیاد وقت در ادبیات ما میخوانیم یک چیزی با نام ترجمه یا ترنسلیشن به زبان انگلیسی میگیم که فلسفه یونان ترجمه میشد به زبانهای عربی و در او دیگر بسیار دانشمندای زبردست از جمله ابن سینا و بسیار فیلسوفای ما از او برداشت کردن، فارابی ولی موضوع اساسی میدونی چی است؟ اگر یادت باشه یک کتاب با نامی Thus Spoke Zarathustra و این کتاب من دارم. اگر این رو میگفت زراتوسترا، نیچه میگه که بله چونین گفت زردشت. بعد جو میکنیم نیچه خودش میگه که عاشق فلسفه بود و خودش معلوم است که یک فیلسوفی بسیار مشهور است و گفت وقتی که من فلسفه را میآموختم و فلسفه البته اشاره به فیلسوفای یونان بود و گفت وقتی من میدیدم اونا ما اشاره میکردن به زردشت و برای من بسیار جالب بود که این زردشت کی است که سرچشمه همه افکار و اندیشه فیلسوفای یونان است. فکر کن زردشت که در سرزمین امروزی تاجیکستان، برای ما مهم است که خراسان هم بگیم، خراسان یک سرزمینی بسیار بزرگ است که جزوی تمدن یا بگیریم سرزمینی بزرگ ایران یا آریا ها است و زردشت در اونجا تولد شده است و یک شخصیتی که تمام افکار و اندیشه دنیا از او برداشته شده است و یک خانم انگلیس است با نام مری بایس که تمام حیات فعالیت خودش با آموزش آیین تاریخ زردشتی بخشیده است و زیاده از 11 تا کتاب نوشته است در مورد زردشت و یک بسیار نقطه جالب میگه و منم خیلی بگم اقتباس کن با ترجمه خودم میگه که هیچ شخصیتی در تاریخ بشریت اینقدر افکار و اندیشش برای بشریات تاثیر نگذاشته است که زردشت این کار کرده است. یعنی که افکار و اندیشه زردشت در تمام ادیان دنیا، حتی در بودیزم هند، حتی در کنفوسی چین و ادیان ابراهیمی که یهودیت، مسیحیت، اسلام است، همه برداشت هستند و سرچشمه زردشت است و همه این کانسپت هایی که آسمان و زمین، بهشت، دوزخ، این راه صراط، همه در افکار زردشتی است
و یعنی بزرگترین امام است. ولی از این با یک بزرگتر چیزی که داریم شاهنامه فردوسی. وقتی شاهنامه فردوسی رو میخوانی همش همون گذشته ماست و گذشته پرافتخار و مردایی که گفتی اولین مثلا دولتداری تاجیکا از پیشدادیان است. تاجیکا که من میگم یعنی در نظر دارم همون گذشته ایرانی تباریا یا آریاها. و پیشدادیان میدونی معنی چی است؟ نه. پیش داد یعنی پیش از همه داد است، عدالت است. اولین دولت شد، بنیاد. و بعد از اون دولت کیانیان داریم و اونا این شهرها و این مرکزها را ساختن. مثلا خودی اگر مطابق شاهنامه فردوسی بینیم شهر بخارا را سیاوش ساخته است و سمرقند قبلا هم بوده است و این شهرها را این بزرگای ما ساختن و این قهرمانای ما اونا هستن. و از خودی مثلا قهرمانی های رستم داستان فقط یک قهرمانی جنگ نیست، حفظ از هویتش، از زبانش، از تمدنش. و من در یک بحث دیگرم در مورد فردوسی گفتم مثلا یک نفری که میخواستن در مورد فردوسی موضوع بحث وسیع‌تر بود، ولی من گفتم که یک نفر گفت که فردوسی رستم آفرید، یک رستمی که مثلا 600 سال عمر دیده است بر روایت و حفظی سرزمین ایران کرده است. ولی من گفتم که نه، رستمی واقعی فردوسی است. این فردوسی است که با شاهنامه خود 1000 سال است که این فرهنگ، تمدن، افکار، اندیشه گذشته ما را حفظ کرده است. و شخصیتونی زمانی بعد از اسلامی ما فردوسی است. اگر ما اول زردشت ببینیم همچون یک فیلسوف یا دانشمندی که خیرت برای جهانیان داد و در زمان اسلامی این فردوسی است قهرمانی ما. بعد از پیشدادیان و کیانیان که گفتیم ما بزرگترین ایمپریا داشتیم، ایمپریای اهامنشا، که در اون ایمپریا بسیار دانشمندا و روشنفکرا بودن که مثلا همون که Declaration of Human Rights که میگن، یعنی که برنامه‌ای که با نام احترام به حقوق بشری است در زمانی مثلا اهامنشا نوشته شده است و اونا بزرگای ما بودن، دانشمندا بودن که را نوشتن. اینم خیلی یک چیزی نیست که مثلا از هوا یا یک کس خودش میتواند او را احیا کردن یا نوشتن. و مثلا زمانی ساسانیان یک امپراتوری بزرگ دیگر است و ما مثلا خود نوشیروان عادل است و بزرگمهر یک نفری است که بسیار مشهور است و همراه نوشیروان میرفت، همراه سیر گشت میکرد در 7 اقلیم و با دانشمندای هند ایره میبرد که بحث کنند و دفاع از این مثلا بگیریم که همون فرهنگ خودشو یا هویت خودشو بکنن. یا ما یک هنرمندی، اولین هنرمندی را که در تاریخ میدانیم باربد مروزی میگن که پیکرش سازمان ملل یونسکو سال 1990 در درواز گذاشتن که از دروازه طرفی افغانستان گویا است و یک هنرمند، یک خونیاگری که در دوره سانیان پیش از اسلام هنرنمایی داشته است، موسیقی خودش داشته است، میخواندند، میآفریدند. خیلی نام زیاد هستند که اگر که ما مثال ورق بزنیم، ولی من برای خواننده گفتم که خیلی اگر که بریم هر یک اینا را زیاد وقت نمیفهمن، بهتر است که یک چیزی روشن و وسیع‌تر مثلا زردشت، مثلا خودی که این دولتداریا که بدن، این دولتداریا میدونی که دولت هم خیلی یک کس دو کس بنیاد کرده نمیتونه. در اونجا مکتب‌ها هستن، مرکزهای فرهنگی و آموزشی هستن که نسل‌های نسل میسازند، بنیاد میکنن. و ما یعنی چقدر دولتداری قدیم داریم. ما زمانی که دولتداری داشتیم این همسایه کشورهای ما و همسایه هم نبگیریم که همسایه ما حتی دولت نداشتن، در ساخت قبیلوی زندگی میکردن. خودی عربا پیش از اسلام چیزی نداشتن.